من دیگه با اجازهتون میرم، بعدا میبینمتون. خداحافظ. خداحافظ. بچه‌ها فهمیدین؟ چیا؟ این شپش تا دیروز یه تومن از ما قرض میکرد که پول دانشگاهشو بده. حالا یه شبه 200 سوار شد. نفهمیدین؟ حالا من یه مدت بود بهش شک کرده بودم اما روم نمیشد چیزی بهش بگم. حالا چی جوری اینجوری شده خدا من فهمیده بودم، فقط نمیخواستم بگم. آقا امیر دوست تشریف داره. حالا چقدر از خودمون کش رفته فقط خدا. دست بردار محمد، زشت. آخه احمق، من و تو خودمون رو پاره میکنیم. 3 سال نمیتونیم یه مدل ماشینمون رو بریم بالا. بعد طرف که 1000 تومن نداره 1 میلیارد چجوری میده 207؟ همین ماشینم از عموش پولشو کش رفته. بابا تو مطمئنی؟ شاید بابای چیزی بهش رسیده. بابا به جون تو که عزیزمی، به خدا به قرآن دروغ نمیگم که من که اینا حسودی نمیکنم، میشناسم. در بساط ندارم. اگه اینطوریه که به نظرم میگه تو جهنم راش نمیره. اوه بچه‌ها بله، خدمت برنده خوششانس جشنواره جایزه باران افق کوروشیم. آقا چطور شد که برنده شدین؟ قربون شما، بالا من طرح شما رو دیدم که هر شب یه 207 جایزه میدید. با هر 300,000 تومان خریدم که شانس دارم. منم گفتم شانس خودم رو امتحان کنم و یه چند روزی خرید کردم تا اینکه شما زنگ زدید و گفتید که برنده 207 شدید و من خیلی خوشحال شدم. بله، این جشنواره تا آخر زمستون هست. ان که برنده بعدی شما پس میگفتی از عموش دوزی داره؟ به جون تو، به خدا، به قرآن دوز داره. آدمی که دین و دنیا و عزیزشو واسه خراب کردن یکی دیگه بفروشه به درد دل جرز دیوارم نمیخوره. آدم باید دلش کشته نباشه.